ای پول تو درد و هم دوایی، ای پول تو یار بی وفا و با وفایی، ای پول به هر مکان که باشی بر تاب فلک فرمان روایی، بر تاب فلک فرمان روایی. هم پادشاهی و هم گدایی، با پادشاهان یاری از گدا جدایی. افسوس که از گرد تو دورم، ناشاد با غیر چرایی، ناشاد با غیر چرایی. من چاکر هر قر و قمیش روزگارم، ای ساز میزنه دنبل و دیمبل. من میرقصم و چاره ندارم، بازم از دست زمونه موندم دست خالی. باز هم چیزی نبودم بعد 100 تا دستمالی. دیگر از پول خبر نیست مرا ای بی کلک، بیشک اینک این تویی پایین و من پایین ترک. ای زمان بد وفا چون مرا دیدی سوار، قصد جان من بکردی با 200 روز و کلک. مستر جان اون گوشت بره بده تو یخچال. ای امان این آخه بیچاره میکنه مرا. خانم کدوماشو بدم؟ همش؟ این ماهی درست حسابی که جوان باشه شاداب باشه. بدم؟ بده. این خیلی خوبه. حالا سید امروزه عالی، تو خیالتون راحت باشه. سب کن اینم مستر جان چی کار میکنی بیا آقا بینم. این خانم نمیشناسی؟ مشتری مخصوص همیشه که چقدر سفارش تو رو خدا بده مانت خانم. این همه سفارش کن باز ماهی خراب به من دادی؟ بفرما صندوقش خانم. مرسی آقا. انوش بیا اینجا ببینم این باید بالاخره دکمه داشته باشه یا نداشته باشه؟ ها؟ داشته باشه. پس برو دکمه‌شو بده. خب ببینید بچه‌ها چی میخوام به شما بگم، حواستون باشه امروز میخوام خیلی مرتب و منظم باشین. چرا؟ چون هیئت مدیره میخواد بیاد بازدید. یادتون باشه اون وقت دادم با سلام و عرض ادب و احترام خدمت تک تک شما عزیزان که با قدوم خودتون مجلس ما رو مزین فرمودید. امیدوارم بتونیم شب خوبی رو در خدمتتون یا لحظات خوشی رو در خدمتتون بگذرونیم. به افتخار خودتون کف مرتب بزنید. قنچه پژمرده منم از ستم دنیا، ره گذر توی وفا خسک دل و تنها. رفت اوز بر من بی خبر از دل تا که دهد بر بادم. شد مونس یاران از غم هجران تا که برد از یادم. روزی ز دلم آگه شود دوش.
کار دارین شما ها؟ نفهمیدم. تو رو سنانا به تو چه؟ به من چه؟ آره به تو چه؟ ببینم تو لولو سرخرمنی؟ تو اینجا لوتی محله ای؟ لوتی دنبک دیر بغلشو بچه من همه کارم. همه کاره و هیچ کاره. بارا کنار بهت باد بهت آب جوجه. به من میگه آب جوجه؟ یه کسی آب بکنی؟ میگم به کنتتر تو میگم. تو فکر می‌کنی گیتی؟ من کچری زدم که به حجیری قطعه چرت و پرت کچرها دوختن. من بهرام سفیدم. هر کسی هم که با من در افتاد رنگیش کردم. مدت هم که قطع نکردم. فهمیدی چی میگم؟ بهرام سفیدی باش برای ما هیچ فرقی نمیکنه. فکر می‌کنی گیتی؟ هر گیتی واسه خودت هستی. محمود شرخر دیر چدی که تمیه. فهمیدی هستی؟ محمود شرخر. ببینم محمود شرخر دوست داوود سیاه؟ آره؟ بهرام سفید اون بابا نوکرتم. بابا شرمنده. خیلی جایز قربونت بابا جمالت جیری. ای بابا ای بابا خیلی جا گرفتیم ببخشینا. ببخشید بابا قربون. به هر حال به خیر گذشت. کسی اینجا رنگی نشد. میمونی داش محمود قربونت برم. ما اینجا دنبال اون رجب گیلانپور میگردیم. رجب گیلانپور گفتن اینجا خونه باجناقشه. اسمش هم گاشقاباخ. آها پس این باجناقش هم عین خودش کلاهبرداره. 5 میلیون ما رو کشیده. ما رو خیلی بیشتر گزیده. رحیم جان تو برای این ثانیه گوش بده دیگه. من تر خواهش کنم بس خراب رحیم جان. تو ایتتون بار مرا مایی سفید بده. من تر قول پدم تی پول دارم. اگه تی پول پاندم هرچی خواهی بکن. سلام. آقا رجب الوعده وفا. نشد بابا خواستم ولی نشد. خدا شاهده فرام نشد. شرمندم. تکلیف اینه که یه ذره فرصت میخوام. چقدر؟ همین اندازه یه هفته. من بیش از این تحمل ندارم. خودت میدونی اگه تا چشم بروی چشمم داد نظر من اینجا آبرو دارم. قربان تو برم من اگه دیر سنگم شده برای شما فراهم میکنم. دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ خیلی خوش آمدید قربان. خندی داری؟ بکش کنار بهت باد بیاد. امری داره. آره دارم. سلام علیکم. خدا شکر. بله؟ یه خبر خیلی عالی برات دارم. بابا راضی شده یه بخشی از اموالش رو بین ما تقسیم کنه. این میدونی یعنی چی؟ گرفتاری هممون حل میشه. الو سلام. چیه؟ چطوری خوبی؟ جام بکن غیر قمیش میای یا داری حرف میزنی؟ عصری یادت نره خونه مامان.
چون آقا جون میخوان با بزرگترها صحبت کنن بهتره که بچه ها بدون برن توی حیات بازی بکنن. آره بابا. یا اینو بگی نادیا جون بود تو برو تو حیات. نه بابا یه دونه کمه بیا بده به خواهرت بده. بود تو بینم بود تو بری کنی. بچه مریض میشه بابا جون. بفهمید آقا جون. فکر کردیم اینجوری برای همتون بهتره. به بابا ای والا بابا واقعا مادر زن نیست طلای 24 عیاره به خدا قسم دست بزنید ای والا. در ضمن سعی کردیم که کاملا عادلانه و منصفانه باشیم. مرسی. مرسی ای والا آقا جان قربان تو برم. جالب شده ها. ممنون. ممنون. حالا با اجازه همه من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. خانه و فروشگاه واقع در امیریه برای شهربانو. 3000 متر باغ مرکبات و ویلای رامسر برای لیلا. جالبه. ممنون آقا جون. ببخشید آقا جون، لیلا جون فرمودید باغ مرکبات، اون باغ چند متر بود؟ 3000 متر. بله. چیز شهربانو خانم چی بود سهمش؟ آقا عزتون اولشو براشون بخونین دوباره. بله. خانه و فروشگاه واقع در امیریه برای شهربانو. اوی گاشگاباخ به متراژ ما چه کار داره؟ دریوریا شروع شد. 3. و بالاخره برای دختر کوچکم راحله خانه پدری واقع در سرچشمه. نفهمیدم چی شد. حالا که نوبت به من تو رسید سرچشمه و میدون و راهان و شوش شد شدیم. ببخشید آقا جون، چرا برای شهربانو هم فروشگاه هم خونه؟ صحبت‌های آقا جون هنوز تموم نشده. شما یکم تحمل بفرمایید. چرا بین بچه‌ها تبعیض قائل میشین آقا جون؟ مگه بین ما و شهربانو چه فرقیه؟ چی خانم؟ تبعیضی وجود نداره خانم. اجازه بدید آقا جون کارشون انجام بدن. شلوغش میکنی؟ حرمت آقا جون و مادر جون و خونهشون بر همه ما واجب و لازم است. هر چی که آقا جون بگه. این یکی رو چه جونی رو انداخته سر این دل طعمش زیاد شده. خدا از دل و زبان تو خبر داشته باشه. اسخر آقا بلنده بوغلمون صفر. اگر یه جورایی با هم فامیل نبودیم بوغلمونی بهت نشون میدادم که با حفظ سمت بری در آه محلم تعریف کنی. ده نه چه یه وقت پهلگون پنبه ادب داشته باش راحله. سب کن ببینم. خدا سب کن ببینم. تو اگه مردی و راست میگی یا جا تو با من عوض کن. بابا مگه اینجا بلا نسبت چالا میدونه؟ من از اینکه فامیل شما هستم و واقعا احساس حماقت میکنم. شماها واقعا ننگ بشریت. بخوز تو یکی دیگه بخوز. ساکت. حاکمای بی ادب بی لیاقت سیاکار خالی بد. هنوز سرم زمین نذاشتم. ببین چه علم شنگ این رو انداختن. آقا عزت جون شوکت خونتو کثیف نکن. همش تقصیر شما. چه صافت ها بی لیاقت ها.
دقیقه نتونستین زبونتون رو نگه دارین. همه چی رو خراب کردین. همه رشته های منو پنبه کردین. اون همه چی رو عادلانه و به طور مساوی تقسیم کرده بود. اما شما نفهمیدین. هیچ کدومتون. تقصیر خودتونه. بشین ببینم بابا همه جفتتون دیوانه. بشین تو هم دیوانه ای. تو هم دیوانه. چرا بالا نمیری آخه خدا؟ شدم به خدا. ای امان باز این 2 نفر پیدا شد. هی گوش کن محمود، اگه از من پرسیدن او با 7 روز الان مریضه، اصلا بگو تو خونه سقط شده دیگه پیداش نمیشه. حواس جمع کن گپ نکن یا کجاست؟ اونجا سرکار. آقا مدیر، بله مأمور اومده انوشو داره میبره. مأمور؟ برای چی؟ مثل که چکی برگشتی داشته. چرا؟ دارم میبرن جلبش میکنن. بله الحمدلله خوبه. آقای قاشقاباغ تلفن. آقای قاشقاباغ تلفن. با من کار دارم. چی خوبه؟ چه حرفی شما داری بزنی به نظر خدا آدم نیست که بخواد پولش سال من دنبالشم این کلاهبرداره خانم. خواهش میکنم ایشون پرسنل این هستن. پرسنل اینجا اصلا چیه؟ سرگاهشون بریم. جالبه. نظرتشو تونستم جلب کنم. رسیده بود بلایی اما به خیر گذشت. بیچاره. ایوا لیلا خانم شما هستین؟ ببخشید نشناختمتون، آخه صداتون عوض شده. خب دارم گریه میکنم خانم لطیفی. خدا بد نده. بابام حالش بده. میخوام به قاشقاباغ بگم. آقای قاشقاباغ تلفن. آقای مدیر. خدا سر کن بابا. الو. بله. قادر بابام حالش بده. بردنش آقا بردن. آقا به درک به جهنم. چی؟ گفتم به خدا اگه این دفعه حقایقو نگی من میدونم تو. وای بابا لیلا تو چرا لا اله الا الله. بابا خدا رو به سر شاهد میگیرم که من اون جمله رو به شما نه گفتم. سابقتون خرابه بابا. اون دفعه که حالا آقا جون بد بود وقتی بهتر شد شما از خرقا آقا رجب به جای اینکه خوشحال بشین بدتر افسردگی گرفت. حالا تو چرا باقالی شدی زیر بالا میدی؟ ها؟ نه خیر پسرم تو هنوز منو نشناختی. بنده نه از مریضی بیماری بلا نسبت زبون املال مریضی تا حالا خوشحال نشدم و نخواهم شد. اونم پدر بزرگ که جای پدر منه. بله رو باید درست خرجش کرد سارا خانم. بله گفتن درست مثل سرمایه گذاری واسه آینده است که هم میتونی بهترین استفاده ها رو ازش بکنی در آینده و هم میتونی مفت و مفت تصرف کنی. گوشت با منه؟ بله. یه چیزی هم میخوام به تو بگم حواست جمع کن. زیاد خودتو مشتاق این سارا خانم نشون نمیدی ها. به اون ناز دلبریاش اهمیت نده. اینا همش به خاطر خرج کردن مردهاست. مطمئن باش. من جای شما باشم سارا خانم این پسره رو سامانو میگم چنان تو منگنه میذارمش که به دست و پام بیفته. گوشتو حواستو جمع کن ها. اگه یک روزی بیشتری با مغز درست فکر بکنی میفهمی که اون موقع پدرت چی میگه. همچین یه خورده نشون بدی که همچین گلوت گیر کرده کافیه. بهش بگو فعلا قصد ازدواج ندارم.
ولی من و سامان حرفامونو زدیم آقا جون. شما بیخود کردی، بیجا کردی. وا یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی که بنده پدر ایشون هستم و من در موردش تصمیم میگیرم، نه کسی دیگه. من خیر صلاحشو میخوام. نکنه انتظار داری خواهر من مثل غریبه ها بیا دخترمون رو خواستگاری کنه؟ آخه کی گفته همچه حرفی؟ قادر خان باید بلند شه بیاد مثل آدم حسابی از ما خواستگاری بکنه ایشون رو. تمام شده کارش. تا من دربارش تصمیم بگیرم، براش شرایط بذارم و مجبورش بکنم که در مورد اون وصیت‌نامه هم کوتاه بیاد. ما باز میخوایم بیفتیم به جون هم؟ اونم با این حال روز آقا جون؟ ببین لیلا خانم، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. معاشرت خودش یک آدابی داره، یک رسومی داره که اگر بخوان اسخر بلنده و شهربان و خانم پایبندش نباشه و بخوان مفاد وصیت‌نامه رو به نفع دخترشون تموم کنه، دارم اینجا به شما دوتا میگم ها، همون آشه همون کاسه، مطمئن باش. ایوا قادرینا نبودن؟ بله که دیدم، خوبم دیدم، پدر جدشونم دید. چرا باز با نستدن؟ به چلا نیست که وایسن که باید گاز بده به وصیت‌نامه برسه. باش به موقع حسابشی میرسم. قول بده بینم بابا. اسخر ایوا اسخرینا بودن، چرا با نمیستن؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ سگ زرد برادر شماله. این هم رفته زودتر به پولبانه برسه. چیکار کنم؟ حالا حساب هر دوره میرسم. قول بده. چه زود گذشت. یادته مثل که دیروز بود سر سفره عقل نشسته بودیم. وای چه کشیدم. منو کشتی تا بگی بله. آخ خدا، شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خود عفوتو نکردی. شوکت فدا دوش پهلوون، آخه چرا از یه کاکو میسازی؟ به خدا من حالم از تو بدتره. الان چند وقته یه احساس بدی دارم، حس میکنم تمام دل اندرونم ورم کرده. حالم خیلی بده، اما فقط برای اینکه تو و بچه ها نگران نشین به روی خودم میاره. نه نگو خدا نکنه تو مریض شی. من بمیرم مریضی تو رو نبینم. آی خدا. پس جون شوکت بلند شو، یابی به سر صورتت بزن، لباساتو عوض کن، بریم پایین بچه ها منتظر. باش بگو سامان بیا کمکم کنه. میخوام وصیت‌نامه رو اون بخونه جلو بچه ها. چشم. چیه گیلان تو؟ کلاس گذاشتی تحویل نمیگیری دیگه؟ موزیکال شدی؟ گیلانتور نه و گیلانپور اولندش. دوما این معرفته، این مردانگی به شما میگن با جناب. چی شده مگه؟ مرد حسابی با زن بچه کنار خیابون ماشین خراب شده رو میبینین و بعد گاز میدین در میرین. کی من کورس جفت شما تو دیده باشم. این دید. آره راست میگی. تو دیدی؟ من شما رو دیدم، نگاهم کردم، تو نبودی. من دیدی؟ من نبودم. از کی بودی؟ از کی بود؟ چه میدونم چه بودم کی بود؟ آقا جون اجازه بده. تا اصلا میدونی معنی تهران الف یعنی چی؟ نه خیلی راحتت کن. نمیدونم. چی؟ نمیدونم. یعنی کنار پیاده رو، کنار خیابون هول. یعنی اینجوری زی خاکی. حالا دیدین یا ندیدین؟
این دید تو رو، به منم تو رو نشون داد، گفت رجب ما نایسیم کمکش کنیم. من گفتم کمک کنیم، گفت دیدی؟ گفتم آقا اینا ما رو سر کار گرستن، خلاصه دیدی یا ندیدی؟ این دید سامان کجاست؟ آقا جون کارش داره. خانم بزرگ، سامان تو حیاتش توی استخرف آب چیز اون آره سامان چی؟ سارا کجا؟ سامان کجاست؟ تو سامان ندیدی؟ تو دیدی؟ عجب آدم چاپلوسیه. حالم به هم خورد. ببین شهربانو، اگه منظورت رجبه خیلی بی‌انصافی. نه که شوهرای شما خیلی قابل تحملن. دیدین که چیکار کردن؟ تو رو خدا دیگه ادامه ندیم و اینا باز سر وصیت‌نامه میافتن به جونم. بس دیگه. آخه اصلا من نمیفهمم به اونا چه مربوطه که شدن کاسه داغ‌تر از آش؟ خب حق دارن، خیلی طبیعیه. دارن با ما زندگی میکنن. سهم ما سهم اونام هست. اصلا مثل اینکه تو یادت رفته شوهرامونن. یکم یواش داره نگاه رجب آقای گیلانتوف. باز گفت گیلانتوف. حالا هر کی به حرفشو بزنه. تو رو خدا این تنبلیره. بیاریم در عرض نیم ساعت آینده که آقا جون میخواد وصیتشو بخونه. تو رو خدا بیا و کوتاه بیا دست از این طمع و لجبازی برداشت. ببین خدا به سر شاهد از این کلاه تو زندگی به سر من زیاد رفت. اگه یه ذره حق من پایمال بشه دوباره اون رگ شمالی من جوش میاره. گوش کرد اینه داره درست میگه. گوش کن بدبخت، گوش کن بیچاره. شما دوتا پس فردا میافتید تو هلفتونی. اون وقت من بدبخت بعد جور شما و زن بچه‌تونم بکشم. حالا یه پرانتز ببرم. ببین من می‌نویسم به خدا امضا میکنم که آینده هر ستایمون تامین بشه. خیلی خوب حالا تامین میشه. فقط گوش بده ببین دارم چی بهت میگم. مال حساب مال آقا بزرگه. بخواد به بنده میده، به شما نمیخواد بده. حرفی میشه زد به زور که نیست که. باید هر چی بهمون میده بگیم چشم. تو وصیت نامه میاد بگیم چشم. اون شده بکارش. گوش کن. اصغر جون قربون تو برم. من حرف تو رو 6 تون قبول میکنم. باید هم قبول بکنی. بیا دیگه. باز میگه نوچ. آقا جون به هر چی که بهمون داد باید اکتفا کنیم. باید بگیم خدا رو شکر، بذاریم وسط. هر کی بندازه خودش. آها این درسته. وسط درسته. حالا که اینطور شد مخلص ابتدا شد. قبوله. قبول دارم. کار دوستم چای داره. به نام خدا. میدونیم که عمر آدمیزاد خیلی کوتاهه. هممون رفتنی هست. اما جدایی از شما خیلی سخت. آخرین توصیه من به شما اینه که با هم مهربان باشی. والا با خدا که دلم کباب شد خدا. همطوری که بارها بهتون گفتم هر کدوم از شما حق و حقوقی از دارایی من دارین. اونم توی وصیت نامه مشخص شد. شروع کن بابا جون، فرصتی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله در ساعت پیش از این که
وصیت نامه رو بخونی اون مطلبی رو که بالا بهت گفتم بهشون بگو. چشم آقا جون. آقا جون حالشون خوب نیست. میخواستم قبل از این که چشم از دنیا ببندم. مجید آقا مجید شما به قرائتت ادامه بده پسرم، ادامه بده. بله. پدر بزرگ تصمیم گرفتن که تمام دارایی، املاک و نقدینگی خودشونو به طور مساوی بین دختراشون تقسیم کنن و برای اینکه حرف و حدیثی بعد از مرگم بسته دیگه بابا، بسته. تو رو خدا دیگه اینقدر عشق ما رو در نیاری. ما نفهمیدیم این وصیت نامه است یا مصیبت خانه است. آخ که تنفسم داره تموم میشه. لعنت به این زندگی که به هیچ کس وفا نکرده. من ما آخه چرا باید این منبع عشق، منبع معرفت، منبع شعور، منبع عاطفه رو از دست بدیم؟ ای خدا، ای خدا. من آقا اجازه بده، آقا اجازه بده بخونه تموم کنه بریم دنبال کارمون. من یکی به تنهایی ندارم طاقت شنیدن این همه مصیبت رو. ای کاش ما میمردیم و این حادثه تلخ و ناگوار رو نمیدیدیم. خدا نکنه. شما به قرائت خودت ادامه بده پسرم. چیکار کنم آقا جون؟ حالم بره به هم. بده امروز کنم. مادر بزرگ شوک چی شد؟ ای خدا میشد این مادر بزرگ حالش بهتر بشه، حالش بیاد سر جاش، دکتر مرخصش کنه، فردا این وصیت نامه امضا شه، ما هم به بدبختیمون میرفتیم میرسیدیم. میشه سلام. سلام. عرض میکنم. حال مادرم چطوره؟ یک مورد بسیار استثنایی، خاص، نادر و غیر طبیعی پیش اومده. چی؟ نه 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 نه، نگران نباشید. خوشبختانه حال بیمارتون خوبه، اما چی؟ ایشون ای بابا گوشتی ما رو باردارن. چه بلایی سر
جون هیچی. چیزیتون نیست به خدا مادر جون. سالمی به خدا ماما. بچه گل میزنی. من میدونم تو دلم یه قده است. تمام جلو بودم ورم داره. منتها نمیخواستم شما رو چیزی بدونین. ازتون پنهون کردم. حالا شما هم دارین همین کار با من میکنین. شکر حرف من قبول نداری. به جون خودت، به جون بچه همون قسم، تو هیچ چیزی نیست. با این حرفات منو خرابتر میکنی. منو خرابتر نکن. خب دکتر گفته تا وقتی که حالش خوب نشده بهش نگین. الان که حالش خوبه. نکن. الان هم نمیتونیم بهش بگیم. پس میفته. اکرم خانم یادته؟ تو 38 سالگی حامله شد. چقدر بهش ایراد گرفت؟ مگه چیه؟ خیلی حامله میشن. آخه تو این سن؟ ببخشید ولی به نظر من اصلا مهم نیست. آقا شتر سواری که دلا نداره. چند وقت دیگه وقتی که شکمش اومد جلو خودش میفهم. برای شما بله که 3 تا بچه داری. خیلی دلت بخواد حسود خانم. Vay. Buna bak. Lüleyli küllükte kalan bambuli, گوشه زندانda kalan bambuli. شو؟ هیچی با خودم بودم. ببینید اینجور که من میبینم ها، این ما این که باید برای ایشون بشینیم وصیت نامه بنویسیم. تو رو خدا اصغر نگاه کن. این دست بدمصب یه ذره تکان میداد امضا شده بودا. حالا ببین به خودش چی کار داره میکنه. این کار رستم شده. آقا اینجوری هیچ فایده‌ای نداره. باید بریم همگی با هم کمک کنیم. شما از ما پشتیبانی بکنید، بشینیم باش صحبت بکنیم، وصیت‌نامه رو بخونه و مجددا امضا کنه. تموم شد. ای والا موافقم تو بمیری. همین الان میخوای خودم تنهایی برم این کار بکنم. شما لازم نکرده. خفه شید، من بلدم کارمو خودم. ببینید جالب گفتم ها. منم موافقم. ولی ببین به شرط اینکه شعار ندید عمل بکنید. ها ببین همین الان بریم بهش بگیم بابا 10 دقیقه به خودت استراحت بده. به جای بلند کردن اون وزنه‌های با اون سنگینی یه خودکار بردار. بعضی این وصیت‌نامه رو روشن کن ها تا ما به سر و سامون برسیم. شربانو چند تا لیمو عمانی هم بنداز توش. بیاره ترش کردن. آره تو این همه سختی ها و گرفتاری های خودمون حالا باید به فکر ویار مادرمونم باشیم. تفلک سامان. قادر میگه نه پول خرج عروسی رو دارم نه پول خرید خونه رو. سارام همین وضع داره. اصغر میگه حتی پول تهیه جهیزیه هم نداره. از اونورم دلمون نمیخواد دخترمون رو دستی بندازیم توی سختی که فردا احساس بدبختی کنه. چی میگی شربانو؟ یعنی با سامان ازدواج کنه بدبخت میشه؟ خب سامان نه یکی دیگه. زندگی خرج داره لیلا خانم. چی فکر کردی؟ برای سامان 100 تا دختر ریخته که حاضرن خونه و ماشین و ویلا بریزن زیر پاش. میتونم بپرسم واسه چی نگرش داشتین؟ میخواین ترشیش بندازی؟ خدا رو شکر دختر نیست رو دست ما بمونه. سارام رو دست ما نمونده. 100 تا خواستگار داره که حاضرن براش قصر بسازن. اون خلی که دنبال سامان راه افتاده. به اصغر میگم یه التیماتوم بهش بده تمومش کنه. مشکل شما چیه که باید حل بشه؟
آقا بزرگ، من بارها و بارها خدمت شما عرض کردم و این رو متذکر شدم و گفتم. چی گفتی؟ گفتم نگفتم؟ قرار بود بگی بگو دیگه. دارم میگم، طاقت بیار داره میگه. دارم خودم حرف میزنم. سارا کنیز حلقه به گوش خالشه، کنیز حلقه به گوش شماست. به نبه من میگی کنیز؟ ببخشید دیگه، این اصطلاح عوام الناس میگن. به شرط ها و شروط ها که این قادر خانم یه نوک سوزن، یه نوک پا قدم جلو بذاره. اگه این جلو بذاره حل همه یه نوک سوزن؟ به خدا آقا بزرگ ما حاضریم به اندازه 2000 تا نوک سوزن پا جلو بذاریم. کی تو؟ بله، من و لیلا اصلا افتخار میکنیم به خدا که سارا عروس ما باشه، ببخشید دختر ما باشه. منتها میدونید که فقط مشکل اینه که اگر خدا این حل بشه ها، اصلا من الان دارم به شما عرض میکنم که سامان غلام حلقه به گوش این اصغر بلند است. غلام ببخشید چی آقا جون؟ اجازه بده آقا. شما از من چی؟ چی آقا جون؟ این وصیت‌نامه رو امضا کنی خیال همه راحت میشه. اجازه بفرمایید آقا جون، من الان میخوام شما رو ببرم رو اون روزهای خوب. یادتون میاد یک کاغذی دستتون بود، میخواستید اونو امضا بفرمایید، همین الان مثل این شاخ شمشاد نشسته بودید، میخواستید امضا کنید سب هر کدومونم تنگ بود. یادتون میاد؟ سهم شماها؟ بله آقا جان ببخشید، منظور ایشون این نبود. منظور ایشون بود که سهم خانومهای ما، یعنی ایالای ما که در حقیقت دختر خانومهای حضرت علی ما هستن. ببینید آقا جون، ای خداوند به شما عمر با عزت و عنایت بفرماید. ببینید آقا بزرگ، چشمان ما به دستان مبارک شما دوخته شده که این امر خیر انجام بدید، بریم دنبال کار. میخوام ببینیم آیا واقعا سر حرف و قولتون هنوز هستی؟ ببینید اصغر آقا جان قول، آقا جان قول بده، ایشالله که زیر قول نزدی. ایشالله. نه من قولمو فراموش نکردم. نگفتم دست بده بس. ما میگفتیم دیگه، فقط باید کمی صبر کنی. تا کی صبر واسه چی؟ چون نفر 4 تو راه. 5 ماه دیگه. در طور خدا آقا جون، به خدا بابا من 1 هفته دیگه بیشتر وقت ندارم. آقا جون خدا به سر شاهده، حالا خوشبال این 1 هفته وقت دارم، من چند ساعت هم وقت ندارم. آقا جون نمیشه حالا شما یه قدری سریعتر این رو امضا بفرمایید که بچه هم، منظورم سامان و ساراج، یه سر سامانی بهشون بدین با اجازه شما. همش مشکل این بچه هم نواهای شما نه؟ بله بازم نه؟ نوچ تا تکلیف بچه 4 روشن نشه وصیت نامه ای تو کار نیست. تا کی؟ 4 هم سهام داره. آره جان شیرفهم شد. آقا جون کجا شازده کجا؟ سلام راستش نمبر شما میگشت. میخوایم بریم سینما. باریکلا خوش باشین. خب بریم. والا پول داریم ولی خب گفتیم وقت کار کم میاد. بس بگو مایه تیله کم داریم. دنبال من برای مایه تیله میگشتیم. بیا اینم 1 دانه تراول به شما بدم برین حال بکنیم. همون رجب به بابام نگین ها. نفهمیدم به بابا نگو یعنی چی؟ اولا که شما پسر خاله دختر خاله هستین 1، دوم که با هم نامزدین 2، سوم آقا رجب وقتی میگه برین دیگه کی میخواد غلطی بکنه؟ برید سینما با مسئولیت من مثل شیر پشت سر شما ایستادم. یالا رو بیافتیم. مرسی عمو جان. مرسی ممنون. سلام آقا جون. اینجا ببینم کدوم گورستانی رفته بودی؟ رفته بودیم سینما آقا جون. با اجازه کی؟ خب راست میگی دیگه، چون دختر خاله پسر خاله هستین هر غلطی دلتون بخواست بکنین.
پیچ و مهره عقلتو باید صفر کنی و حرف شنوی از پدرت داشته باشی. دفعه آخرت باشه. چشم آقا جون. سامان جون، تو آدم نمیشی. پیچ و مهره عقلتو باید صفر کنی و حرف شنوی از پدرت داشته باشی. دفعه آخرت باشه. چشم آقا جون. سامان جون، تو آدم نمیشی. چی کار داری میکنی؟ هیچی میخوام اینو بیارم پایین. نه ابدا دست چرا؟ سنگینه خانم سنگینه. بابا این 2 کیلو هم وزن نداره. برای شما سنگینه. شما استراحت کنید. شما لیدی هستید، بندم مخلص شما، پیش خدمت جناب علی. پهلوان مطمئنی چیزتون نشده؟ کم سرها خدا رو شکر. شیر از هر برای گرفتم پایین بیا بخور. بر من؟ میخوام قوت بگیری. دوست دارم 1% آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از اینجا و اونور ابرا بذاره پیش دنیا نمیرای. حالا بیا و درستش کن آقا. کپکش خروس میخونه. بلبلی هم میخونه. آقا اومدیم این بچه پسر بود، هیچ میدونی چند برابر ارث میبره؟ نفهمیدم. 3 برابر ارث میبره. یعنی چی؟ بابا شما که ول معطلی. من یه فاجعه‌ای شنیدم خیلی جالبه. چی شنیدی؟ میترسم بگم شما حالتون بدتر از من بشه. نه ترسی کم بد نمیشه بگو. همین الانم خرابیم بگو. آقا جون گفته اگه انشالله بچه سالم به دنیا بیاد بخشی از ثروتشو میخواد وقف مدارس بکنه. آقا گوش برید ببینید من چی بهتون میگم. ما باید کاری بکنیم که یا این بچه به دنیا نیاد یا اگر به دنیا میاد مرده به دنیا بیاد. یعنی قتل کجا بوده تو میگی بکشیم؟ دخترم مواظب مادرت باش زمین نخوره. من چرا؟ مواظب آقا جونت باش که اصلا رو گذاشته زمین. آقا عزت مواظب باش تو رو خدا. اینم یه غذای سفارشی برای مادر جونم. دست بفرمایید. درد نکنه. سفارشی برای چی؟ این همه غذا داریم. عزیز من چطوره؟ الله. سلام. عزیزم. بفرمایید بچه من خودم میشم. شما بفرمایید. میخوایی؟ اگه میخوایی چرا همه تو زل زدین به من؟ بکشین سرد میشه. مادر جون هم خیلی خوشمزه است هم خیلی مقوی. خوشمزه که هست. من مقوی واسه چی؟ من که به حد کفایت چاق هستم. دست شما در نکنم. وای نمیدونم چرا دلم اینقدر هوس ترشی کرده. من آرام میرم. هیچ کس حق نداره از جاش حرکت کنه. من خودم میرم. میخوام از اون ترشی مخصوص شب یلدا که خودم با دستام انداختم برات بیارم. دستت درد نکنه آقا عزت. میدونی آب شده رفته تو زمین. معلوم نیست الان این کدوم جهنم در ری رفته. خونه پک فامیلی دوست آشنایی یه جا قایم شده، بالاخره آفتابی میشه، میگیرمش.
به نظر من خانم شما با این نگفتناتون بالاخره کار دست اون بنده خدا خواهید داد. من گفته باشم؟ منم اول مثل شما فکر میکردم، ولی بعد دیدم مادر آمادگی پذیرششون نداره. آخه یعنی که چی آمادگی پذیرش نداره؟ یعنی که ما که نمیتونیم ریسک کنیم. میتونیم؟ به خاطر اینکه هم برای بچه ضرر داره هم برای خودش. شماها با این مخفی کاریاتون کاری میکنین که این بنده خدا اگه فارغم بشه بگه بچه از کجا آمده. سلام آقا جان. سلام دیگره. نه این توپ مال شما نیست، این توپ مال پسر همسایه است. الان باباش میاد میبره. بیا برای شما عروسک گرفتم، عروسک خوشگل. ببین بیا. قربان سلام عرض کردیم. سلام آقای محترم. نه مورد مهمون اسخرخام شدیم. بل کن بابا این حرفا رو. بخور از اون. اصلا تو رو خدا یه کاری بکنین اسکر جان. چه کاری؟ دیگه کار به استخوانم رسیده. نمیتونم خانه برم، نمیتونم مواظبه. ای بابا این همه دوا و دارو هست، همین آب گشنیز جوشیده شنیدم خیلی هم کارش درسته. آب گشنیز مگه چیکار میکنه؟ این میشوره میداره تمام میکنه. حالا چجوری بدیم به خوردش؟ چجوری بدیم به خوردش؟ بابا هر شب واسه دختراش غذای مخصوص درست میکنن. خب این آب گشنیز هم میریزیم میخوریم. ریختن دارو و خوراندنش با شخص بنده. یعنی تو میتونی؟ ما ببینیم و تعریف کنیم. بعدم میفهمی که من کی هستم. حالا اینجوری بکن میبینی. اول زنجان چی بلام مثل شوشو جان. قربان تو آیات. میگه ما شام چی داریم؟ وا رجب ماهی نمیبینی؟ ماهی رو میبینم. تا این ماهی حاضر بشه من از گرسنگی مردم. اصلا گشنت شکمون. نمیدونم امروز چه اتفاق افتاده دلویدان داره میریزه به هم. رایله میگم اون قابلمه چیه؟ اون آشه. مامانم بیارم آش کرده. چه آشی هست؟ آش رشته. آخ جان آش رشته. تو که میدونی من عاشقشم. میگم رایله یه خورده از اون آش رشته بگیریم بخوریم توندی بکنیم تا ماهی تو حاضر بشه. ببین رجب باز بهت خندیدم پر رو شدی. آش خوردم شکمو چرا شکمتو بگی؟ من هنوز میزو نچیندم. تو برو مواظب ماهی باش که ماهی یه وقتی خدایی نکرده نسوزی. چه آش. آها عجب آش. چه آشی با خدا دست بخت مادر جون. مطمئنم که خودشم کیف میکنه. چه بای کچه رو دخالت میکنی؟ بذار خودش حواست میکنی. خیلی دوست دارن آقا عزت. بابا شما آش نخورده اینا. بابا این جماعت آش نخوردن ها. با این که برای من خوب نیست چون تو پختی میخورم. خیلی خوشمزه است. هنو هیچ. مگه گشنت نبود بخور دیگه. چشم میخورم.
بگو چی؟ چه نمیخوری پسرم؟ چشم آقا جون میخورم. بخور. بچشم. رجب چی شد؟ آبروزی شد باید مصرف. ای داده بیداده. دکتر گفته هر 15 روز یک بار باید ببریمش پیش متخصص. حالا دیگه وقتشه. اگه بفهمه چی؟ خب باید بفهمه. اگه نفهمه چطوری ببریمش پیش دکتر؟ میگم چطوری با دکتر و منشیش هماهنگ کنیم که بهش چیزی نگه. بعدش هم یه جوری خودمون کم کم آمادهش کنیم. دیگه بس خیلی داره خطرناک میشه. باید با منشیش صحبت کنم. فکر خوبیه. سامان اگه ما هر دومون کار کنیم میتونیم زندگیمون رو شروع کنیم. کار؟ کار. سرت چشاتو وا کن. آقا رجب رو ندیدی؟ بابامو ندیدی؟ باباتی که دیدی؟ این همه کار کردن آخرش چی؟ تازه بدهکارم شدن ضررم کردن. پس فرض کن کارم بکنی. دوتایی هم با هم کار کنیم. حقوق یه سالمون رو نمیتونیم بدیم واسه حقوق یه ماه کرایه خونم. کار کنیم. پس چی کار کنیم؟ هر دفعه به هر دلیلی هر بهانه‌ای سر یکی از این دعواها این موضوع عقب افتاد. من نمیخوام این دفعه عقب بیفته. تازه پدر بزرگم بهم کمک میکنه. بنده خدا پدر بزرگ. اون موقعی که اون به فکر ما بوده میخواست عروسی ما رو راه بندازه باباهامون نذاشتن. حالا که یه بچه هم تو راهه. باید باشون حرف بزنه. این چه متخصص زنان و زایمانه؟ مادر جون این هم متخصص زنان و زایمانه هم متخصص قلب.
آره. پس حتما دکتر خوبیه. عالی. بفرم. سلام. سلام. سلام خانم. سلام. شما خانم؟ بخشنده هستم. قبلا وقت گرفته. بله. یه مریض داخله اومد بیرون، نوبت شماست. متشکرم. میگم مردم تو این سن و سال چه حوصله ها دارن. آف آف. سلام. 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 بفرمایید. خوش آمدین. مریض کدومتون هستی؟ مریض؟ بله. مادرم هستن. بفرمایید. اینم جواب آزمایش. خیلی ممنون. تشکر. شما خوب هستین؟ حال شما چطوره مادر؟ متشکرم. بله. بله. کار خوبی کردین. راستش خواهم دکتر و من چیزیم نیست، یعنی چیزی مهمی نیست، منتها اینا اصرار کردم خدمتتون برسم. ولی زودتر از اینا باید می آمدی. یعنی اینقدر حالم بده؟ شما چند سالتونه؟ 60. همسرتون؟ 70 سالشونه. 70؟ ببینم مگه با دکتر معاینه نکردین؟ با دکتر نه، با ماژیر چرا؟ ایوه اگه ماژیر به دکتر نگفته باشه چی اینقدر پیچ میکنین؟ هیچی مادر جون. مادر شما چند تا بچه دارین؟ همین 3 تا دستگلی که خدمتتون هستم. زنده باشن. شما لطفا روی تخت دراز بکشین. بفرمایید. تمام دل رودم ورم کرده، این ور اون ور میره. نمیخوام دختر رو بفهمن. قربونت برم. تو اولین بارداریتون چند سالتون بود مادر؟ 17 سال. حتما این آخری هم اتفاقی بوده. درسته؟ بفرمایید. بفرمایید. نه خانم دکتر، پدر بچه ها دلش پسر میخواست، همان از دست این مردم. یعنی خودتون خواستین بچه دار بشین؟ پدرشون میخواست خانم دکتر. از بس واسش دختر آوردم، دلش پسر میخواست. 2 تا سر زار رفتن. ویارم داری؟ بله داشتم، به خصوص وقتی این تاقاری راهله رو حامله بودن. اشتهاتون چطوره مادر؟ آی خیلی خوبه، این روزه اینقدر میخورم. سونوگرافی هم رفتین؟ نه خانم دکتر، این دستگاه مال این روزاست، اون موقع که از این چیزا نبود. خب لازمه که حتما بریم. من باید وقت بستری شدنتون رو مشخص کنم. باید بستری بشم؟ مگه من مرضم چیه؟ شکمتون خیلی بزرگ شده. میخواین صدای قلبشو بشنوی؟ صدای قلب کیو؟ بچه‌تون. مگه شما نمیدونین که 4 ماه باردار هستی؟
چیکار کردی؟ مامان همه بچه دار میشن. دزدی که نکردی مامان. مامان جون در باز کن. شوکت عزیزم، من با خدا عهد و پیمان بستم که اگر تو بچه سالم بمونین یه مدرسه و خوابگاه برای بچهای یتیم بسازیم. نکنید آقا جون، نکنید. شوکت عزیزم، تو باید شکرگزار باشی، این یه هدیه الهیه. ببینید آقا جون، شما که الان دارید با خداوند عهد و پیمان میکنید، همچین بزرگ نکنید. خداوند کوچولوش هم قبول میکنه. آقا جون اگه به ما برسید به والله ثوابش از 100 تا یتیم خونه بیشتر. آقا جان خدا پیغمبری، من از بچگی یتیم بودم. حالا اگه قبول نداری از راهله بپرس. راهله جان درسته من یتیم بودم؟ ما اصلا آدمای پدر مادرداری نیستیم که. آره دیگه بریم پایین، من میخوام خودم باش صحبت کنم. بریم پایین. لیلا جون بفرما پایین. برو پایین، ما الان میام پایین. شما چه وایسادی؟ بریم. شما بفرمایید پایین. بفرمایید. آقا جون منم برم. شوکت جون سارا چی شده مامان؟ باشه برو پیش بچه‌هات، میخوام تنها باشم. پس مادر بچه هاست که شریک و رفیق زندگیمه، چشم و چراغ خونمه، عاشق ناز عروس نشم، خراب اخم و تخماشم، فدای ذات پاکشم، جای من کنار اونه، کنار شوکتم، همسرم، مادر بچه ها. من غافل بودم، یه چیزایی حس میکردم اما چون انتظارشو نداشتم باور نمیکردم. اما تو که میدونستی چرا ازم پنهون کردی؟ همین پنهون کاری تو قلبمو شکست. تو که خودت میدونی که من هیچ وقت هیچی رو از تو پنهون نکردم. دکتر وادارم کرد، ترسیدم، گفتم پیش خودم مبادا یه وقت کاری دست خودت بدی. اصلا اتفاقا خیلی هم خوشحالم. سرافکندت نکردم که. تو به هم ثابت کردی که سهم بزرگی از زندگی برام مونده. به آخر خط نرسیدم. پس منم به خاطر تو و این همه چی رو تحمل میکنم. برو کبابی به خدا کباب و بیار تموم شد سوخت. چشم میچرخانم، آی بچرخانم بچرخان، مشتی آقا بچرخان. اصغر بلنده میمونه. میگم اصغر مرگ تو اگر بریم یک کبابی باز کنیم فولتایم درآمد داریم ما. شما دوتا برید با کنید، من شغل خودم خیلی تو. خب اینم از طرف همه جمع تقدیم شما، انشالله که همیشه گل باشی. مامان بزرگ های مامان بزرگ نمیارن. بابا منظورش پدر بزرگاست. صدای کفش پا میاد، باباش میاد و باباش میاد، با یه بغل پاها میاد.
جونش مچش کن، یه مچ آب دورش کن. بابا جونش داره میاد با یک بغل قاقا میاد. بابا جونو مچش کن، یک مچ آبدارش کن. یواش یواش صداش میاد، صدای کفش پاش میاد. بابا جونش داره میاد با یک بغل قاقا میاد. بابا جونو مچش کن، یک مچ آبدارش کن. بابا جونو قاچش کن، آبدارش کن. ماچ آبدارش کن. خانم دکتر شوخی میکنی؟ امکان نداره. یعنی سهولو گازشو بگیر آقا بهرام. آخه مگه میشه تو این ترافیک؟ به هر حال یه خود این ور اون ور بکنیم ممکنه یهو ویراج بده از چنگمون فرار کنه. امکان نداره به جون تو خرج میریزم از جامعه. ای خدا بابا یه نگاه هم به ما بنداز. آخه من چرا اینقدر بدبخت شدم؟ درست اون زمانی که داشت با یه امضا زندگی من این رو اون رو میشد، مادر زن من زد حامله شد. اوی بابا حالا حامله شد، چرا سه قلو؟ حالا سه قلوش هم قبول، چرا 3 تا پسر بهش دادی؟ یه دفعه بیا زندگی منم بگی راحتم کن برم دیگه. حالا بی خدا تنفسم داره میگیره. میواسخر بی خود نیست، از قدیم گفتن سپلشک آید و زن زاید و یه کسی از در چیشی در میاد تو. مهمان عزیزم زده همون ضرب مسئله بابا ولمون کن. اتفاقا من برعکس شما دوتا خیلی هم خوشبینم، به شرط اینکه ما هوای همدیگر رو داشته باشیم، متحد بشیم و همدیگر رو حمایت بکنیم. راه حلش هست. ببین اصغر تو شعار که نمیدی، عمل میکنی دیگه. اگه عمل بکنی مطمئن باش تو هر جا بری من پشت سرت هستم، خیالتم راحت باشه. چی شد خانم جان؟ ای بابا قربون دستت. یه دقیقه برو بالا ببین اگه این سیب زمینی رو پوست کردن ازشون بگیر بیا. همچین دل و کمرم درد گرفته نمیتونم از پلا برم بالا. باشه چشم باشه چشم. چی شد؟ ریختشو نگاه کن. آخه این چه شکل شمایله برای خودت درست کردی؟ با این سن و سالتون این چه کارای بچه گونه‌ایه که با هم دیگه میکنین؟ نگاه کن جوون مردم راستاسی قش کرد. پسره عصای دستمون، پسره عشق عزت، پسره فخر شوکته، پسره پسره زنده باشی پهلوون، پسره. آقا جان باید جلوی این پیرمرده رو گرفت. این اگه همینجوری ول کنیم تا 2-3 سال دیگه بچه‌های ما 30-40 تا دایی پیدا میکنن. نه بابا زرشک
زرشک. جیگرم حال اومد. چه خوشمزه است. صفرا باره. ناقابله. برگ سبزی است تحفه درویش واسه یه مرد. وای وای که همیشه برای محبت کردن نفر اولی. خاک پاتون سرهنگ. سرباز مطیع تمام عمر. آزاد سرباز. به چشم قربان. این دفعه شما فرمانده یا من فرمانده؟ من بدیم که این دفعه میخواستم غافلگیرت کنم بازم شکستم بده. فشاره. فشار. فشار یعنی چی؟ وقت نتونستم محبتاتو آمپول فشار 2 ثانیه کار تمام میکنه. پولم. آفرین. نقشت حرف نداره 100% موثره. اما من یکی حالش نیست. خب نباش. منم که گلگلکیه. قلقلک چه ربطی داره؟ دیوانه تو هم قلقلکیه با من. و اینک بلبل شهر، خواننده قرن، سلطان آواز، هنرمند معروف، شاهین خنجر طلایی. تو چرا؟ اسخر آقا چرت نزن. این میبینی؟ همه زنها از ایشان وحشت دارن. اگر ببینن اینشالله قبض رو میشن. قربان ایشان. حال من بده. چرا؟ آی آرامش، تو چقدر باشکوهی. ای خدا، من این بدهیامو بدم یه سوپرمارکت بخرم به اون آرامشی که مد نظرمه برسم. میرسیم. آخ که اگر میشد منم یه استودیو واسه خودم بزنم، کاستمو خودم بدم بیرون با دستای خودم و از شر این مافیای هنری راحت بشم. چی میشه؟ یعنی میشه؟ من اینا رو نمیخوام. چی میخوای؟ من اینقدر پول پیدا بکنه 2 گردن کلوف تا آدم کش استخدام بکنم از شر این چاقوکش قاتل بی پدر مادر راحت بشه که خواب منو امان منو بریدن. ای خدا میشه 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 آی میشه میشه.
بشه اومد بالا چه رقص بودی؟ چی شد؟ چیه؟ برو پایین کجا برم؟ برو پایین بابا ول کن میام این مرتی که من میام یواش یواش این عجب خریه میشه افتاد بابا من رفتم بای بای چی کاری؟ خوش آمدید. بفرمایید خوش اومدید. یار مبارک خدا ایشالله دور سر آقای زر بچرخون. یار مبارک خدا ایشالله مبارک خدا جینگ و جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد جینگ و جینگ ساز میاد شما مهمون کی هستی؟ بچه کرامت باید بیا مهمون کی هستی؟ این کلاسی شاز دومان غم مخور که نون زده با ناز میاد یار مبارک خدا ایشالله مبارک خدا یار مبارک خدا ایشالله مبارک خدا باد اومد بارون گرفت و آب اومد دالون گرفت باد اومد بارون گرفت و آب اومد دالون گرفت سوریا گوید و اکنون کار ما انجام گرفت سوریا گوید و اکنون کار ما انجام ببخشید بنده روی سخنم با شما نبودا. خیلی خوشحالم که گرفتیمت بالاخره موش تو تنه افتاد بندازش دیدیم که خلاصه اون رگ شمالی منو به جوش آوردی ای بخار ماها اگه از دست شماها در میرفتیم به خاطر این نبود به خاطر آبرومون بود دوره این حرفام دیگه گذشته خواهش میکنم خونسرد باشید خودتون رو کنترل کنید انشاءالله وضعمون خوب شد ما قول میدیم بسه دیگه شما جشن عقد کنون نوه‌های من حرمت داره هر کس قلدربازی در بیاره با من طرف پوستشو میکنم آقا استاد چی شد چی شد انگاری وقتشه آمبولانس آقا فرهاد خوش آمدی آقا فرهاد آقا فرزان قدم مبارک آقا فرزان فرمان خان داری میخندی؟ ما رو بدبخت کردی که آقا فرمان خان ز پلش آید و زد زاید و مهمان عزیزم ز در آید لابد پشت سرش جان من از تن به در آید حالا تو این گیر و دار ست تا پسر میخواست چیکار ای هوار و ای هوار ای هوار از روزگار طمع و دوز و کلک از بهر ما نشد دوا همه چی پود شد و دود شد و رفت هوا طمع و دوز و کلک از بهر ما نشد دوا همه چی پود شد و دود شد و رفت هوا همه چی پود شد و دود شد و رفت هوا چی میخواستیم چی شد چی میخواستیم چی شد چی میخواستیم چی شد چی میخواستیم چی شد ای پور تو درد و هم دوایی ای پور تو یار بی وفا و با وفایی ای
ای پول به هر مکان که باشی، بر طاق فلک فرمان روایی، بر طاق فلک فرمان روایی. هم پادشاهی و هم گدایی، با پادشاهان یاری از گدا جدایی. افسوس که از گرد تو دورم، ناشاد با غیر چرایی، ناشاد با غیر چرایی. من چاکر هر قر و همیشه روزگارم، احساس میزنه دنبل و دینبل. من میرقصم و چاره ندارم، بازم از دست زمونه موندم دست خالی. باز هم چیزی نبودم بعد 100 تا دستمالی. چی میخواستیم چی شد، چی میخواستیم چی شد، چی میخواستیم چی شد، چی میخواستیم چی شد. ای پول تو درد و هم دوایی، ای پول تو یار بی وفا و با وفایی. ای پول به هر مکان که باشی، بر طاق فلک فرمان روایی، بر طاق فلک فرمان روایی. هم پادشاهی و هم گدایی، با پادشاهان یاری از گدا جدایی. افسوس که از گرد تو دورم، ناشاد با غیر چرایی، ناشاد با غیر چرایی. من چاکر هر قر و همیشه روزگارم، احساس میزنه دنبل و دینبل. من میرقصم و چاره ندارم، بازم از دست زمونه موندم دست خالی. باز هم چیزی نبودم بعد 100 تا دستمالی. چی میخواستیم چی شد، چی میخواستیم چی شد، چی میخواستیم چی شد، چی میخواستیم چی شد. دیگر از پول خبر نیست مرا ای بی کلک، بی شکینک این تویی پایین و من پایین ترک. ای زمان بد وفا چون مرا دیدی سوار، قصد جان من بکردی با